فوت کوزه‌گری فقط دست منه. اونم فقط با یه قالب. یه بار هزینه میکنی، یه عمر به جون من دعا میکنی. قالب ایمنکا با این ریشه نازکش خیلی بهت کمک میکنه. سایز ناخونتو میگیری، حتما یه سایز از ناخونت بزرگتر باشه. خط لبخند و خروجی ها رو اندازه میگیری و سایز ناخون که میخوای داشته باشی. قالبت رو با یه حجم مناسب لبه آزاد و دیواره ها رو پر میکنی و اندازه 5 ثانیه خشک میکنی. بعد اینکه خشک کردی، حجم مناسب قالبت رو هم پر میکنی، ریشه رو به هیچ عنوان مواد نمیذاری و روی ناخونت نصب میکنی. الان تو یه کاشت بدون سوهان کشی داری که فقط لبه آزاد رو سوهان میکشی و تمام. حالا میگی پول قالبشو نداری؟ میتونی چکی بخری. میگی کجا؟ خب پیج سورن. حالا به جون دوتامونم میتونی دعا کنی. این پستمونم لایک کن.